در سالهای 1992 ماه سپتامبر، اکتبر، نوامبر همین روزهای سخت، روزهای سیاه آدم رو برده کشتن همین از طرف حزب نهضت اسلام سر شد. آنها در قصر فرهنگ هر یک رشدار رو آمده حزب نهضت اسلام حزب‌ها تشکیل کرده آهسته آهسته در شب‌های تاریک با ماشین‌های سبکروی خود برآمده در کوچه‌ها تیرپرانی کردند. همین حزب نهضت اسلام گفته از نام اسلام الله اکبر گفته به خانه‌ها تیرپرانی سر کردند، در تریزه‌های مردم تیرپرانی سر کردند. آهسته آهسته در ناحیه ماه‌های اکتبر پیر و جوانان یکتا گم شدن را سر کردند. هر یک آدمی که طرفدار دولت میشد و از آنها تینجی طلب میکرد همون جگیزها را میبردن به نام نشان میکردن. آهسته آهسته از دیگر طرف هم آدمای ناشناس میآوردن، ریش ماندگی، نقاب پوشیدگی به خانه ها در آمده عذاب میدادن، زنها را کودکان را میترساندن. آهسته آهسته روزانه آدم ها را از کوچه برداشته بردن. همین حزب نهضت اسلام همان سالها بسیار وحشیانه کار کردند.